ارزون ترین تفنگ آبپاش و گرون ترین تفنگ آبپاش رو قراره به تست بکنیم. پس بریم ببینیم که کدومشون خفن تره. اولین تفنگ آبپاشمون تفنگ 25000 تومانی. بریم با هم دیگه تستش کنیم. آقا بریم سراغ اولین تفنگ، یعنی ارزون ترین تفنگ، اون تفنگ 25000 تومانی. این کوچولوییه که میبینید، ظاهرشو نگاه کن. آقا بریم باز کنیم ببینیم چجوره. این فکر کنم ایناییه که توش یه مخزن داره آب میریزیم دیگه. بچا نگاه کنید تفنگ 25000 تومانیمون اینجاشو باز میکنیم. درش در نمیاد. خب بچا بریم آبو باز کنیم، آب بریزیم توش ببینیم چجوره. 25 الان خدای به 25 تومانی چی نمیدن. نوشابه چنده؟ نوشابه کنم 20 تومنه. نوشابه هم گرون شده. بچا نگاه کنید از اینجا آب میریزیم داخلش. برو چقدر مخزنش بزرگه. خب آقا این پر شد. تفنگ 25000 تومانی. فکر کن تفنگ آبپاشه. از اینا داشتی؟ من تو بچگی داشتم اینا. اینا فکر کنم بچا همه خریده باشن. خوجی چه فشاری داره، بگیر اینو نگاه. چقدر برد داره. خوجی خیلی خوبه. الان بچا بغل دوربین میذارم نگاه کنید. بردش خیلی خوبه. قدرتشو بگیر. خیلی خفنه حاجی، خدایی برای 25000 تومانی خیلی خوبه. آقا بذار مثلا ببینیم یکی این تفنگو بزنه، فشارش خدایی خوبه حاجی. برای 25000 تومان بچا این عالیه. نگاه کنین تفنگ خفنیه. اینم فکر کنم از دیجیکالا هم میتونی بخری. من اینو از دیجیکالا خریده بودم. خدایی فشار قوی داره، خیلی باحاله. بعد آبم زیاد توش جا میگیره بچا. فکر کنم یه 20 تایی میزنه. خب دیگه تمام شد. آقا 25 تومانی که خیلی خوب بود. بریم سراغ تفنگ دومین تفنگ آبپاشمون، یعنی تفنگ 90000 تومانی. میریم سراغ دومین تفنگ آبپاشمون، یعنی تفنگ 90000 تومانی که ایوه. خب آقا یه بار دیگه میریم سراغ تفنگ 90000 تومانیمون که این تفنگو ابعادش میبینیم حاجی بزرگتر شده. اون قبلی یه شلنگ داره. یه شلنگی داره. ببین این شلنگی اینجاش وصل میشه. این فکر کنم باید بره داخل آب دیگه. آره فکر کنم به بطری بذار ببینم. آره فکر کنم به بطری وصل میشه. حاجی این خفنه. این مخزن آبش خیلی میشه. نیش در نمیاد. میاد اینجا. آقا ما اینو اینجور وصل کردیم بچا. نمیدونم وصل شده یا نه، ولی خب وصل نمیشه دیگه. این بطری ما یکم کوچیکه، آب معدنی سایزش، مثل اینکه برای خارجی‌ها فرق میکنه. حاجی چقدر خفه. ولی بچا اینش فیکه. اینش فکر میاد واقعی. آره ببین اینو میکنی تو آب، آبو میکشه به خودش. نگاه. وایسا. حاجی تفنگ 90000 تومانی خیلی خفنه بچه. اینش که کار نمیکنه، ولی اینجا نگاه کنین. حاجی خیلی آبش زیاده بچه. این بطری ما یکم سریش کوچیکه، مگر نه اگه چیز بود خیلی خوب میشه. الان این درختو بگیر. پشمام حاجی چه قدرتی برای آبیاری، واقعا خوبه. نگاه حاجی خیس آب شده، ولی خدای خیلی خفن. این به نظرم ارزش خرید داره بچه. اینو بخریم 25 تومانی رو نخریم. ببین یه 90000 تومانی بخریم. خیلی خفنه حاجی. اینجا رو بگیر ببینم خاکو کاری میکنه. برو بریم. چی فشارشو خیلی دوستم بچه. فشارش خیلی قویه. بذار این یکم آب پر کردنش خوبه. فقط شما بطری میخواین که بچه بزرگ باشه که این بتونه راحت بهش وصل بشه. الان بطری من بهش وصل نیست، یکم کارو سخت میکنه. آبم یخه. اینجا نگاه. حالا اینش اگه نباشم باز الان اوکیه. بردشو بگیر چقدره. حاجی خیلی خفنه بچه. این واقعا ارزش خرید داره. حاجی فشار آبش هم خیلی قویه. این واقعا خیلی خوبه بچه. ارزش خرید داره. حتما برین این تفنگ 90000 تومانی رو بخرین. به نظر من که خیلی باحاله. خب بچه آبپاش بعدیمون این سری دیگه تفنگ نیستش. اینا رو خریدم که اسمشون نمیدونم بادبادک آبی بود یا همچین چیزی بود. با اینکه بچه قیمت اینا 200000 تومانه. این قراره به سری شیلنگ وصل بشه و یه دونه تبدیل هم این تو فکر کنم داره بچه. از اینا 3 تا داره که هر کدومش حالا نمیدونم چند تا باد کنک داره، تعدادشون هم زیاده. اینجا بچه ما شلنگ آبو داریم که اینو فکر کنم وصل میکنیم به این. ببین بچه این وصل میشه به این. خودش تبدیل هم این تو فکر کنم داره. اینو وصل میکنیم به این. بادبادکا داره پر میشه. بچه دارم خیس میشم. وای حاجی شلنگ اینقدر سیف شده دارم پر میشم. اینجا رو یکم دیگه پرشه خیلی خوب میشه. این خودش جدا میشه؟ فکر کنم خودش جدا شد دیگه. یکی جدا شد. خودش جدا میشه. وای دارم میترکن.
خب این از خیس آب شدن. یه لحظه من برم آبو ببندم. خب بچه الان ما اینا رو آماده کردیم. خیلی هم سریع آماده شد. این همه بادکنک پر شد. قیمتش 200,000 تومانه. 2 تا دیگه هم داره. اینا رو بچه اگه نگاه کنیم بالاشون کش داره، آبش نمیاد بیرون. اینو باید یه جا بزنیم بترکه. درختو بگیر. آخ من چه کارم؟ اوه! فقط باید بریم بادکنکا که میترکه بچه آشغالش هم جمع کنیم. اوجی چه خفنه، چقدر حال میده. انفجارش دیده میشه؟ بزنم با پا میتونم بزنم. هلیکوپتر خیس آب شد. ایول ولی حاجی این به نظرم خیلی خفنه. فکر کن تو تابستون باشی. دوست میکروفون. وای بچه الان صدای من اگه بد میشنوین بچه ایشالله زدابه نه؟ هیتر زداب نیست نه؟ فکر نکن. الان صدام دیگه نمیاد. الان بچه صدای من نمیشنوه. آقا یکی دیگه هم پرت کنیم. اوه خیلی خفن میترکه. بچه این 200 تومن قیمتش بود که 3 تا از اون پکای بادکنک داره. به نظر برای تابستون خیلی باحاله. با رفیقاتون توی پارک و اینا بازی کنیم و ارزش خریدم داره. 200,000 تومن قیمتشو. دیجیکالا داره دیگه 100%. میتونیم بریم بخریم. این آبپاشی هم که میبینید 400,000 تومن قیمتشو. خیلی آبپاش خفنی بود. آقا تفنگ آبپاش بعدیمون که 400,000 تومن قیمتشه خیلی ظاهر عجیبی داره. ببینید من عکسشو دیده بودم. بچه‌ها مثل کوله پشتی به پشتتون وصل میشه مخزنش و یه چیز خیلی بچگونه است. فقط اینو بچه‌ها پر آب میکنیم. این شلنگش، تفنگش، اینم برادرش که حالا نمیدونم چیه. زینم این فکر کنم باید بره اینجا. آها بچه‌ها اینو وصل میکنیم به این قسمت. اینم وصل میشه به این. حاجی چیز باحالیه. اینا فکر کنم بندشه دیگه. بندش میاد پشت این کیف میشه. بچه‌ها اینو من وصل کردم. بنداشم وصل کردم. چطور جدا میشه؟ فیک بود بچه با چسب چسبونده بودن. آقا بریم توی اینو پر آب کنیم. ولی مخزن داره خیلی خفنه. مثل کیف میره پشت. چی حجم آبش هم خیلی زیاده. برو بریم. اینم بچه سوراخ داره که راحت هوا بکشه که آب از لوله هاش بیاد. خب ببین آقا تفنگ آبپاش 400,000 تومانیمون درش هم چف شد. اینجا رو داشته باشه. بیا آجی اسم میگم من زیادی برای این گندم. داره میترکه. سلام. آجی این حالا چجور میپاشه؟ بچه این حالا این چیزش کنده شد زیاد شما بهش توجه نکن ولی چقدر خفنه حاجی. پشتت هم نگاه کن اینو داری. آب کلا اومد تو صورتم. بچه فشار آبش خیلی خوبه. الان همتون دوربین دارم میپاشم نمیدونم دیده میشه یا نه. یکم خیس شد ولی برای 400 تومن خوبه. آره دیگه خوبه دیگه. کیف میف داره نگاه. اگه چپ دستی بچه برای چپ دستا، اگه راست دستی راست میگی میتونیم ببریم مدرسه. میرم مدرسه. داشلیا بگیر گنگ. خودی اسم میگم این الان پشت نفر میاد. اونجوره؟ ایول. هر چقدر حرکت دستتون بچه‌ها سریعتر باشه اینا میتونین اینجور با فشار بیشتر آبشو بپاشید. آب آقا هر چقدر سرعتش بیشتر باشه آب بیشتری میپاشه دیگه. قانون طبیعت همینه. اینم بگیر سیستم خفنه. آقا ارزش خرید تقریبا داره. من با اون بادکنکی بیشتر حال کردم ولی اینم باحاله. اینم یه چیز جدیده دیگه نگاه. آره یکم کوچیکه برای من کوچیکه. البته برای شماهایی که ویدیو رو میبینین اگه کوچیک باشین خیلی سایزش خوبه. آقا بریم سراغ آبپاش بعدی. تفنگ آبپاش بعدیمون یعنی تفنگ ایکس شات که قیمتش 700,000 تومانه. آقا تفنگ آبپاش بعدی یعنی چهارمی که میخوام براتون باز کنم آبپاش برند داشلیه. به بچه برند ایکس شات که خیلیاتون میشناسینش. بهترین تفنگای اسباب بازی رو داره تولید میکنه و این تفنگ آبپاش 700,000 تومانیشه که تقریبا شبیه پیستوله. بعد حاجی جنس ایکس شات رو من خیلی دوست دارم. این تفنگایی که درست میکنه اصلا ببین چقدر خفنه. اینو میذارمش میاد بالا. اصلا بسته بندی و ایناش حاجی واقعا خیلی چیز خفنیه. از پشت چقدر چسم است با این چیزا داره. اینجاش یه قفل داره. ببین اینجاشو بگیر. این قفل پیچیه. اینا رو باید پیچی بچه باز کنین که تا تفنگ جدا بشه. خیلی خفنه. واه بچه جدا شد حاجی. عجب چیزیه این. نگاه اینشو میدیم بالا آبو میریزیم این داخل بعد اینجور کنیم فقط میپاشه دیگه. آره ببین اینجا رو داخلش پر میشه. چقدر خوشگله. شیشه‌ای کامل. بچه‌ها تفنگ ایکس شاتمون تفنگ 700,000 تومانی چه بردی داره بچه‌ها. این بردش خیلی زیاده. ببین
آجی خیلی خفنه، نه صدا داره نه چیزی، واقعا به نظرم ارزش خرید داره. چیز باحالی است. مثلا اینجا شو این سری باز می‌کنی، آبو می‌ریزی، شلیک می‌کنی. اشارهش هم دیگه بچه‌ها مشخصه دیگه، نگاه کن چجوری میزنه. فهم تو بدن بزنی درد داشته باشه. بدن بزنی درد داشته باشه. حاجی خیلی خفنه. این 700 تومن کم زیاد نیست. به خاطر برندش که است بچه‌ها، کوالیتی و جنسش که واقعا درجه یکه. بعد اصلا دستتون میگیرین انگار اصل تفنگای فورتنایت رو دستتون گرفتین. بگو مگه تو تفنگای فورتنایت رو دستت گرفتی؟ نمیدونم آقا، همچین حسی میده، حس فورتنایت میده و خیلی باحال. مثلا نگاه کنید میتونید درخت و گلاتون رو با این آب بدین. ها مثلا من خیلی لاکچری ام، گلدونامون رو با این آب میدیم. راست میگه. اوه آخ من چه کارم؟ آقا بریم سراغ تفنگ آپاش بعدی. تفنگ آپاش بعدیمون که شبیه شمشیر سامورایی بود و فشار آب خیلی قوی هم داشت، به قیمت 800,000 تومان. آقا تفنگ بعدیمون دوباره ایکس شاته، ولی این یکی دیگه اصلا شبیه تفنگ نیستش، این یکی شبیه شمشیره و قیمتش از 800,000 تومان و این خیلی باحاله. این دیگه بچا مخزن اینا نداره، شما آبو سریع مثل سرنگ دیگه، دقیقاً مثل سرنگه، آبو میکشیم بالا. بذارینم بچا این آشغالا رو ما جمع میکنیم، ما فکر نکنید این طبیعتو کثیف میکنیم. اینم جای باز شدن داره. این تفنگای ایکس شات هیچ وقت بسته بندیاشونو من نفهمیدم از کجا باز میشه. از اینجاست، بذار از اینجا باز کنم. واجی این شکل شمشیره دوست دارم، ببین خیلی خفنه. ایکس شاتش هم اینجا نوشته. بعد این چجوره؟ آها بچا اینشو شما میگیرین، دسته سبز رو میگیرین، سفیده. آجی چقدر روونه. اینجاش هم کلا بچه اسفنجیه ولی درد داره. آقا اینم بریم آب باش بکشیم این سرنگ ببینیم فشارش چقدره. خب بچه اینو بخوایم شما پر کنیم بعد یه دونه حوض یا حوض هم نمیخواد، یه کاسه آب و یه بطری آبم باشه فکرم جواب بده. بچه اینو داخل آب میکنیم، اینو مثل سرنگ میکشیم بیرون. آجی سنگین شد، سنگین‌تر شد، دو دستی هم میشه گرفت. خب بچه بریم حالا آب اینو تست کنیم ببینیم فشار این چقدره. جون نگاه. اوجی بچه الان نگاه کنی به چرخ ماشین میخوام بزنم، فقط فشار آبش رو شما نگاه کن چقدر زیاد میاد. اوجی مثل کارواش میمونه، چقدر تمیز کرد. اوجی خیلی خفیف. بذار دوباره یه دونه میخوام رو آسمون بزنم. خب بچه بریم یکی دیگه بزنیم. اوجی دیده نمیشه تو دوربین، خیلی بچه فشارش قویه، واقعا به نظرم این خفنه. قیمتش هم بود 800. ارزش خرید داره این، واقعا ارزش خرید. اینو تو استخر بچا ببرین، یعنی استخر اینو اگه داشته باشین ببرین، سری میتونین پر کنین، سری بپاشین. فشار آبش خیلی قویه. الان میخوام یه دونه رو بدنه ماشین دوباره بزنم فقط ببینیم فشار آبش چجوره. اینجا رو نگاه، 1 2 3. اوه حاجی دقیقاً مثل کارواش میمونه. کارواشا اینی فشار قویه ان؟ آره مثل اونه. بعد اینکه بچا آبتون هم تمام شه میتونین با این حمله کنین به طرف. تفنگ آپاش نرف که قیمتش 900,000 تومانه، بریم ببینیم ارزش خرید داره یا نه. تفنگ آپاش بعدیمون از برند خیلی خفن نرف که تفنگای فورتنایت هم آپاشاشو تولید کرده بود، هم آپاش هم تیرجله‌ای. بچا من تا به حال برند نرف تفنگاشو نخریده بودم، یعنی توی ویدیوهای قبلی مگه دیده باشین ارزون ترین تا گرون ترین تفنگا. و اینکه بچا اگه دوستین دوباره ویدیوهای ارزون ترین تا گرون ترین اسباب بازی مختلف رو بزنم، ماشین کنترلی، کوادکوپتر مثل ویدیو قبلی ولی وسایل خفن‌تر و جدیدتر، حتما ویدیو رو لایک کنید و توی کامنت هم برام بنویسید. فقط می‌خوام ببینم چجوری باید آبشو بفروشیم. دو تا آموزش. آها بچا اینم دوباره مثل همونه که اینو میکشیم، شلیک کردنش ولی این سری فرق داره، مثل یه خط میفرسته. بچا این تفنگ نر فقط بچا یه باگی که داره نگاه کنید، خود به خودی هم آب میپاشه هم از این عقب آب میده، یعنی ایکس شات ها خیلی بهتر بودن. آقا این آبش مثل خطه، بریم با هم دیگه تست کنیم. چقدر آبش کم بود ولی همین یه بار دیگه تست کنیم. به نظرم خیلی مسخره است، قیمتش 900,000 تومانه. بچا تا آب این خالی نشده دوباره میزنیم. بردش هم کمه، هم آب میچکه. ببین الان از این پشت دستش هم داره آب میاد. باجی خیلی مسخره است این. چه ارزش خرید داره. آقا ارزش خرید نداره، 900 تومن الکی پولتون رو به این ندید. من 900 خریده بودم دیگه، خیلی مسخره است. من گفتم این خطیه شاید آبشو خفن بپاشه ولی این بهتره. تفنگ آپاش بعدیمون تفنگ 1 میلیونیه که ظاهر خیلی خفنی داره و ابعادش هم بزرگه. تفنگ آپاش 1 میلیونی فکر می‌کنید چه شکلی باشه؟ بده بگم. آقا این که ظاهری بخوام بهتون بگم خیلی ظاهرش خفنه. حاجی بزرگه، اینو دوست دارم. کم کم بچا تفنگ آپاشامون داره بزرگتر میشه، برند اوجی اینجا رو نگاه چقدر خفنه. این قشنگ دیگه تفنگه دیگه بچا. این یه سیس تفنگتور داره، این فکر کنم پمپشه. اینجا هم یه بیلبیلک زرد داره، حالا نمیدونم بیلبیلک نه برقی نیست، میخورد برقی باشه ولی برقی نیست. بچا اینجاش یه مخزن داره که توی این مخزنش فکر کنم باید آب بریزیم. هی
مخزنش هم خیلی بزرگه. بچا تا این پرشه شما تو کامنت بنویسین دوستان ویدیو بعدی چی باشه، ارزان‌ترین و گرون‌ترین چی باشه، تفنگ تیرجله‌ای باشه یا هر تفنگ دیگه‌ای باشه، کوادکوپتر باشه، ماشین کنترلی باشه، قایق باشه، موتور باشه، هر چیز که شما بنویسین و آقا ما میریم ارزان‌ترین و گرون‌ترینشو می‌خریم براتون و براتون تست می‌کنم. و کامنت‌های بچا این ویدیو هم یه قرعه کشی داره که قراره بهتون یه دونه تفنگ آپاش خیلی خفن بخرم و بفرستم. هر چقدر کامنت بیشتری بذارین شانس برنده شدنتون هم خیلی بیشتره. پس توی کامنت حتما آیدی تلگرام یا اینستا یکیشو بنویسین و هر چقدر هم کامنت بزنین شانس برنده شدن بیشتر. آقا بریم که تستش کنیم. حاجی دوتایی میزنه. ببین خیلی باحاله این. بردش کمه، بزنم زیاد پمپشو بزنم بیشتر میشه. نه بچا بردش کمه ولی خب یه تفنگ آپاش باحالیه. من دوسته برای 1 میلیون خوبه دیگه. اون نرفر دید 900 تومن بود. بچا 900 تومانی اصلا به درد نمیخوره ولی این دوتایی میزنه. نگاه کنید. به نظرم خیلی چیز باحالیه. الان میزنم دیده میشه دیگه. آره دوتایش دیده میشه. به نظر من باحاله. ببین چون جنس کوالیتیش هم نگاه کنین هم خوشگله هم خفنه. اگه به درختم بزنیم فشار آنچنانی نداره ولی خب باحاله. بخرید این خوبه. تفنگ آپاش بعدیمون که قیمت 1,200 داره هم ظاهر خفنی داشت هم خیلی خفنم تیر میزد. برو بریم. آقا از این به بعد تفنگ آپاشامون دیگه برقی شدن و تفنگ آپاش 1,200,000 دستم خیس شده سر میخوره. بچا این تفنگه فکر کنم برقی باشه یعنی باتری و شارژ و اینا داره که ظاهرش هم خیلی خفنه. اگه نگاه کنین اینو باز کنم در بیارم ببینم. این شبیه یکی از تفنگاییه که بچا من آپاش خریده بودم توی همون ویدیویی که ارزان‌ترین و گرون‌ترین تفنگای دیجیکالا بود. آره دیگه. آره بچا این شبیه یکی از همون تفنگاست. فکر کنم برندش هم همون باشه که یه دونه پیستول صورتی بود. نمیدونم یادتونه یا نه. بچه‌ای که یادشونه توی کامنت حتما یه قلب نارنجی بذارین که ببینم کیا اون ویدیو رو هم دیدن. یعنی اکتشافم واقعی ان دیگه. داشلی اون ویدیو رو هم فکر کنم 2-3 سال پیش داده. حاجی اینجا ای رفت تو آب. حاجی اینجا رو نگاه. صورتیه اب نداره آقا. صورتی هم خوشرنگه. صورتی بچا این کلا آره این چیز داره. اسمش چیه؟ کاستوم میتونین کنین اسلحه‌تون رو. اینجا رو ببین. این از این مازل میگفتم. این چی میگفتن یادم رفته اسمشون. نه مازل نبودیم آندربرر بود. آقا این از این باتریشه. خدا کنه که شارژ داشته باشه. شارژ نداشته باشه باید برم الان شارژ بزنمش. ببینید بچا از این پشت باتریشو وصل میکنیم. یه باتری خیلی کوچیک شارژی داره. قیمتش 1,200,000. این درشو میذارین. آقا هر کی زیاد حرف زد درش. این چیه؟ این بیلبیلک چیشه؟ داداش؟ حاجی بچا این چیزشه. خشابشه که آب توش پر می‌کنی. بطری کو؟ خب بچا خشابشو بستم. آقا خشابش هم خیلی بزرگه. آب زیادی هم جا گرفت. اینم اینجا بس میشه. اینوری بود. خب آقا اینم دکمه آف و آن. خب بچا الان اینم وصل کردیم. آقا ظاهر گانه خیلی خفنه. رنگش هم به نظرم دوستم. صورتی هم باحاله. صورتیه چرا؟ ببین. بچا تیری که میزنه تیرش مشخصه؟ بذار به برگ میذارم صداشو. تمامش کن. بچه فشار آبش زیاد نیست خیلی ضعیفه ولی خب اینکه برقیه به نظرم باحاله. بچه تفنگ خفنیه. نگاه کن اینجور آب میپاشه. بعد میتونین هر چیزی که میخواین رو اینجور بهش تیر بزنین. به نظرم چیز خفنیه. حالا 1,200 دقیق نمیدونم میارزه یا نه ولی خب خوبه دیگه. الان برقی هم هست دیگه. برای 1,200 هم الان دیگه واقعا پولی نیستش. هیچی به 1,200 نمیدن. فقط این پمپش یکم بچه بعضی وقتا ضعیف عمل میکنه. میزنه سوراخ میکنه حاجی. خفنه. تفنگ آپاش بعدیمون که قیمتش 1,800 دوباره اینم مخزن داره. تفنگ آپاش بعدیمون دوباره یه تفنگ آپاش برقیه که این سری قیمتش از 1,200,000 پریدیم به 1,800,000 که باز شو. حاجی چسباش چقدر محکمه اینو. بچا بریم ببینیم این چه شکلیه. اینجا رو نگاه. خب داخلش دیگه چیزی نیست. این رنگش آبیه. حاجی اینا فکر کنم مثل اون پاندا است. بچا همون نسخه پانداه ولی پیشرفته تر. نگاه کنید این مخزنشه. ببینم اینا چیه. خب این یه اپتیک هم داره که اپتیکش بچا پره. اگه نگاه کنی اصلا جایی شما نمیتونین باش ببینید. ولی خب ما اینم وصل می‌کنیم. خب برو اینجا. باتریشه. باتری و شارژر. امیدوارم که باتریش بچا فقط شارژ داشته باشه. بیا. خب این دوباره اینم پشتش وصل میشه دیگه. یا اینها بچه اینجا وصل میشه باتری. این 1,800,000 قیمتشه. برندش هم نمیدونم چیه. بچه این جنسش خیلی خفنه. جنسشو فقط نمیدونم به شما چه جور بگم. اگه دست بزنه آدم کامل متوجه میشه. جنس خفنی داره. خب بریم داخل این آب پر کنیم. شلنگشو وصل میکنیم به این. آجی زمان ما بچه بودیم تفنگ آپاشا فقط اون 25 تومانی بود. از اون بود دیگه. میترکون شبیه مثلا ایکس شات بچه شمشیره بود. مکشی بودن و خب بچه اینو ما پر کردیم. تو رو خدا شارژ داشته باشه.
هیول. بچه این بند داره که بندش رو میتونین بزنین حالا از بدنتون آویزی کنین، ولی بندش به ابعاد من نمیخوره. من اینو ببندم خفه میشم، فکر کنم دور مچم باید ببندم. برای همین بچه ما اینو دستمون میگیریم و صداشو بگیر. اوه حاجی فشار آب این قوی تره بچه. تنه درخت اگه نگاه کنین حاجی داره خودش میزنه بچه. خودش میزنه بچه. اینم ازم باحاله، مخزنشو میذارین توی جیبتون و اینجور میزنین. حاجی اتوماتیکه نگاه بچه. اصلا اتوماتیک خریدیم. آبی که داره میپاشم کلا تو صورت من میاد و فشارش هم قویه داداش. میشه واقعا اتوماته؟ فکر کنم گیر میکنه. آره بابا اتومات نیست بچه، اصلا اتوماتیک خریدیم. بچه بطری رو بزنیم. به نظرم باحاله. 1,800 ولی نمیارزه. یه تومنی هم دقیقا همین بود دیگه. فقط این مخزن داره، مخزنش شما میزنین اینجا و هر جا رو خواستین گیر میزنین. فشار آبش هم بد نیست، متوسطه. آها این نظری ندارم، این یه چیز خیلی معمولیه. نزن تو دوربین نزن. یه چیز خیلی معمولیه. حالا بستگی به نمیدونم، من باشم به این 1,800 نمیدم ولی دادیم. مهم اینه که الان دادیم. خب بچه‌ها اینم ارزش خرید. از 1 تا 10 بخوام بگم 4. تفنگاپاش بعدیمون یعنی تفنگاپاش 2 میلیونی که یکی از خفن‌ترین تفنگاپاشایی بود که دیدم. آقا بریم بعدی. تفنگاپاش بعدیمون قیمتش 2 میلیون و ظاهر تفنگم ببینیم شبیه P90 بود بچه. اسمش بچه‌ای که اسم این تفنگو یادتونه اسمش حتما تو کامنت می‌نویسین. P90 که قیمتش 2 میلیون و برندش نمیدونم چیه، نه نرف نه ایکس شاته، ولی میخوره چیز خفنی باشه. خب آقا باز کردیم، بریم ببینیم. حاجی چه تفنگیه این؟ دقیقاً SMG P90 حاجی. چه جنس و کوالیتی داره. P90 آره P90 اسمش اینو نوشته. حاجی خیلی خفنه. فورتنایت بازا اینو خوب یادشونه. بذار ببینیم دیگه چیا داره. خیلی بچا جنسش خوب. الان اینو باید دستتون بگیریم متوجه شین چی میگم. حاجی باتریش چقدر بزرگه. یه باتری بچا خیلی بزرگی داره. آها این از ایناست که با پیچ‌کوشی و اینا باید باز کنیم باتریشو بذاریم. بچا داخلش پیچ‌کوشی داره. اینا این پیچو باز می‌کنیم. ببین اون 1,800 بود، این 2 میلیونه. اصلا 100 آدم باید اینو بخره. این اصلا 200 تومن میذاره روش. باتریو ببین تو. باتریش اصلا 2 برابر قبلی است. باتریو جاسازی می‌کنیم بچا داخلش. دوباره درشو می‌بندیم. خب بچا ما اوجی چه صدایی داره. اینشو وصل می‌کنیم. این فقط نفهمیدم چیه. برای اینجاشه که در بطری رو تو رویم ببندی. پشمام آره. بچا هم میتونین براش یه مخزن یعنی یه بطری رو اینجور وصل کنین، همین که میتونین داخلش آب بریزین. که آقا این از این بریم تست کنیم. چه صدایی داره. شروع کرد. نگاه. واه حاجی برگا دارن میریزن. بذار اینشو در بیارم ببینم تاثیر داره. خیلی فشارش قویه. بچه ها فشارش خیلی قویه. بعد بردش رو نگاه کنین. نمیدونم تو ویدیو میفته یا نه. خیلی فشارش قویه. اینجا رو بگیر. سوراخ میکنه زمینو. حاجی خیلی خفنه این. بچه ها این واقعا خفن بود. یعنی این ارزشش الان اینشو مثلا بگیر نگاه. حاجی توش آب ها داره میزنه. بذار مخزنشو دوباره پر کنم. این خیلی خفنه بچه، واقعا هم ارزش خرید داره. خیلی باحاله. جنسش آره نسبت به قبلی ها خیلی باحال. اینو بدیم به بچه‌ها. آره آقا کامنت بزن. اینو میخوام بدم به یکیتون. خیلی خفنه این واقعا. یعنی دستتون بگیری میفهمین چی میگم. واه الان این برگر رو بگیر. اون یکی داشت سوراخ میکنه. ببینیم این یکی چیکار میکنه. اوه حاجی داره نابودش میکنه. حاجی خدای خفن. این واقعا و تفنگاپاش آخرمون یعنی تفنگاپاش 4 میلیونی که بریم با هم دیگه تستش کنیم که خیلی خفنه. آقا تفنگاپاش بعدیمون یعنی آخرین تفنگاپاشمون که قیمتش 4 میلیونه، بریم با هم دیگه بازش کنیم. فقط بچا این قبل اینکه برسه دستم من باز کنم، یعنی چون بیمه شده بود توی حالا پست و اینا، طرف گفت باید باز کنی تستش کنی و اینا، مجبور شدیم باز کنیم و تستش کنیم. و بچا جالب اینجاست که داخلش یه عینک هم داره که بذار این عینکش هم بزنیم و حاجی ابعادش خیلی این باتریشو وصل کرد. بچا صداشو نگاه کنین. اینم دقیقاً مثل همون یکی که اینجا شما آب میریزین
و اینجا هم یه باتری داره و این شارژیه و یه قابلیت خفنی که بچا این داره. اگه اینجا رو شما نگاه کنید دو تا دکمه داره که این تیر میزنه، این یکی آبو میکشه. یعنی شما بچا یا آبو باید داخل این مخزنش بریزین یا اینکه تفنگو بکنین داخل آب، مکششو بزنین که خودش آبو بکشه که خیلی به نظرم خفنه. بریم توش آب بریزیم. حاجی مخزنش چقدر آب میگیره. الان نگاه کن نصف این رفت. خب بچا آماده؟ بریم که تستش کنیم. الان آب داره میره داخلش. اوه حاجی اینم خفنه. بردش هم زیاده نگاه. آره. بچه اینم چیز خفنیه، از اینم خوشم اومد. این مکشش هم کار میکنه، نگاه میچسبه. تیر زدنش هم واه خیلی خفنه. بذار سمت اون دوربینم بزنم دیده بشه آبش. بچه نگاه کنید خیلی باحاله. آقا اینم ارزش خرید 4 میلیون ولی زیاده. قبلی خیلی بهتر. قبلیه بهتر بود به نظر نسبت به قیمتش. این 2 برابر اونه ولی تقریبا در یه حدن. اونو من بیشتر دوست داشتم. این جنسش اگه بچا نگاه کنی یکم پلاستیکیش بچا من خریدم مثلا همینا روش بود. این کثیفی‌ها رو می‌بینید روش لکه و کثیفی نه اصلا روش بودن. حالا نمیدونم چرا، انگار که از جایی که خریده بودیم دست دو به ما فرستاده. حالا اسمش هم نمیارم. قرار بود که حالا اینو رایگان بر ما بفرسته ولی یهو گفت که آقای فلانی بعد پولشو بدید. ما هم گفتیم چشم پولشو میدیم. بچا به نظر ارزش خرید نداره. 4 میلیون قیمتش و فشار تیراندازی و ایناش دقیقاً مثل همون قبلیه ولی خب باحاله دیگه. نگاه اگه دوست داشتین بخریم. فشارش هم قویه حاجی. درد داره. بذارینم برگ معروفمون کو. سری سوراخ کرد. نگاه ارزش 4 میلیون نداره ولی آبپاش خفنیه. خب بچا اینم بود از تفنگای آبپاشمون که خیلی خفن بودن، ارزون‌ترین تا گرون‌ترین تفنگای آبپاش و این تفنگ آبپاش خفنم قراره به شما بدم. پس کامنت زیادی بذارین که این قراره برای شما بشه. خیلی دوستتون دارم. اگه دوست دارین دوباره از این ویدیوهای ارزونی و گرونی بذارم حتما توی کامنت بنویسین. لایک یادتون نره. با لایک کردنتون میفهمم که ویدیو رو دوست داشتین و این سبک ویدیو براتون زیاد درست می‌کنم. تا یه ویدیو دیگه بدرود.